با عرض سلام و ادب خدمت تمامی همکاران و فعالان حوزه سیستم های برق اضطراری و UPS از سری آموزش های سیستم های UPS، پلاگ‌خوانی انواع برند های UPS در خدمت شما هستیم. در فیلم آموزشی و دوره آموزشی که در سایت آموزشگاه آنلاین اوکا تهیه کردیم و خیلی از عزیزان اون رو تهیه کردن، انواع UPS، نحوه محاسبه زمان بکاپ UPS، محاسبه پارامترهای UPS و خیلی از مواردی که برای انتخاب بهتر UPS مورد استفاده قرار میگیره رو در این فیلم و دوره آموزشی خدمت دوستان آموزش دادیم. امیدوارم کسانی که این دوره رو تهیه کردن به اندازه کافی براشون مثمر ثمر باشه و کسانی رو هم که تازه با این دوره آشنا شدن حتما یه سری به این سایت بزنن و در صورتی که تمایل به تهیه دوره داشتن میتونن این دوره رو تهیه کنن. در این فیلم آموزشی با UPS برند آلجا سری KI و مدل 1000L در خدمت شما هستیم. سری KI برند آلجا از سری UPS های لاین اینتراکتیو خروجی موج سینوسی هست. انواع UPS ها رو در دوره آموزشی خدمتتون عرض کردم، خدمت دوستان گفتیم و اینکه UPS لاین اینتراکتیو موج سینوسی چه UPS و چه جاهای کاربرد داره، UPS لاین اینتراکتیو موج مربعی و UPS آنلاین و معایب و مزایایی که این UPS ها دارن رو هم خدمت عزیزان گفتیم. هر UPS در واقع از 4 پارامتر تهیه شده و داره 4 پارامتر هست: پارامترهای ورودی، پارامترهای خروجی، پارامترهای باتری و آپشن های UPS. همونطور که در تصویر ملاحظه میکنید ورودی UPS ولتاژ و فرکانس UPS رو خدمت شما اعلام میکنه. در این UPS یعنی UPS KI 1000L که داریم تجزیه و تحلیلش میکنیم، ولتاژ ورودی با ولتاژ 220 ولت با مثبت منفی 30% خطا است. یعنی شما مصرف کننده هایی را که به این دستگاه متصل میکنید و ولتاژ AC ورودی این UPS ماکسیموم باید با 30% خطا به UPS برسه. اگر کمتر از 30% باشه UPS کار میکنه و اگر بیشتر از خطای بیشتر از 30% باشه، چه کمتر از 220 چه بیشتر از 220 با انگار 30% خطا کم و زیاد بشه، قطعا UPS تون کار نمیکنه. دامنه فرکانس UPS رو هم که همونطور که اعلام کرده 50 و 60 هرتز با مثبت و منفی 5% خطا است. در این قسمت که خروجی این دستگاه رو اعلام کرده، توان خروجی این دستگاه 1000 ولت آمپر یا 700 وات هست. همونطور که باز هم در دوره آموزشی خدمت دوستان اعلام کردیم، توان 1000 ولت آمپر زمانی برای شما کاربرد داره که مصرف کننده ها رو با ولت آمپر محاسبه کرده باشید و توان وات زمانی برای شما کاربرد داره که مصرف کننده ها رو بر اساس وات محاسبه کرده باشید و این دو نوع محاسبه قطعا با هم متفاوت خواهد. دامنه ولتاژ خروجی این دستگاه 220، 230 و 240 ولت، یعنی از 220 تا 240 ولت با مثبت منفی 2% خطا خواهد بود. دامنه فرکانس خروجی این دستگاه 50 و 60 هرتز با مثبت منفی 1% خطا در حالت باتری مود هست. شکل موجی که همونطوری که در ابتدای این ویدیو خدمتتون عرض کردیم، شکل موج خروجی این دستگاه موج سینوسی هست و بار خطی رو خدمت شما ارائه میده. مدت زمان انتقال این مودها یعنی از مود AC به مود باتری 4 میلی ثانیه هست
همونطور که باز هم اعلام کردیم UPS های لاین اینتراکتیو که به صورت عامیانه با UPS های سویچینگ شناخته میشه یا آفلاین، زمانی که در حالت AC به حالت باتری منتقل میشه یک میزان زمانی مصرف میکنه که در دستگاه هایی که داره حساسیت پایینی هستن این UPS قابل استفاده است، ولی دستگاهی مانند مصرف کننده های آزمایشگاهی و آزمایشگاهی این UPS قابل استفاده نخواهد بود. اضافه بار یا آورلودی که این دستگاه متحمل میشه همونطور که در تصویر میبینید تا 1/2 توان مصرفی 150% برای 5 دقیقه تحمل میکنه این دستگاه. اگر بیشتر از 2 برابر بشه تا 3 ثانیه مصرف تحمل میکنه و در حالت باتری مود اگر 120% بار UPS باشه برای 30 ثانیه و اگر بالاتر از 150% باشه برای 1 ثانیه این دستگاه تحمل میکنه بار خروجی ها و بیشتر از این زمان UPS غیر فعال میشه. باتری و ولتاژ کاری این دستگاه 24 ولت هست، یعنی 2 عدد باتری 12 ولت رو باید با هم دیگه سری بکنید تا بتونید این دستگاه رو راه اندازی بکنید. در دوره آموزشی که خدمتتون عرض کردیم نحوه محاسبه زمان بکاپ UPS رو خدمت شما اعلام کردیم و اینکه الزاما اگر شما طبق محاسباتی که اعلام کردیم ظرفیت باتری رو محاسبه کردید 150 باتری، نمیتونید اون باتری رو تهیه کنید و به UPS متصل کنید، چون هر UPS این توان باتری رو و این ظرفیت باتری رو نمیتونه شارژ بکنه و جزئیات رو در دوره آموزشی خدمتتون اعلام کردیم. این UPS 24 ولت یعنی دارای 2 عدد باتری 12 ولت خواهد بود که باتری خارجی رو هم میتونید به این متصل بکنید و حداکثر جریان شارژی که برای این باتری ها میشه استفاده کرد 10 آمپر خواهد بود. در قسمت آخر، پارامتر آخر که پارامتر آپشن های UPS هست، درگاه ارتباطی این UPS درگاه RS232 هست. درگاه RS232 همونطور که در ویدیوهای قبل خدمتتون گفتیم یک پورت سریال RS232 هست که به پورت RS232 کامپیوتر متصل میشه و داره CD راه انداز هست. وقت زمانی که نرم افزار رو در سیستم راه اندازی میکنید میتونید این UPS رو با کامپیوتر سینک بکنید و تمام پارامترهای UPS رو در کامپیوتر مشاهده و تحلیل بکنید و کارت های USB و SLMP هم در این UPS به صورت آپشنال ارائه میگرده. نمایشگر این UPS مواردی که به شما اعلام میکنه وضعیت ولتاژ ورودی هست، خاصیت اینورتر هست، زمانی که ظرفیت باتری یا لو باتری باشه به شما اعلام میکنه، زمانی که اورلود بشه UPS به شما اعلام میکنه و ظرفیت باتری رو با خطهای 5 خطی که پیوسته هست به شما اعلام میکنه. هشدارهایی که این UPS به شما اعلام میکنه زمانی که ظرفیت باتری کم هست، زمانی که ورودی AC غیر عادی دارید و زمانی که UPS فیلر یا مشکل داخلی سخت افزار UPS هست، این UPS به شما آلارم خواهد داد. حفاظت ها یا پروتکشن هایی که این UPS در قبال مصرف کننده ها خواهد داشت لو باتری، اوورلود، شورت سرکویت اند اوور تمپرچر هست. زمانی که ظرفیت باتری کم هست، زمانی که UPS اورلود میشه، زمانی که UPS اتصال کوتاه میشه و زمانی که دمای کار UPS بالاتر از حد استانداردش میشه، باز هم مصرف کننده ها رو در قبال اینجور خطاها محافظت میکنه. نویز صوتی این دستگاه 45 dB هست، یعنی کمتر از 45 dB به شما آلارم میده. دمای کارکرد UPS 0 درجه تا 40 درجه سانتیگراد هست، یعنی کمتر از 0 درجه سانتیگراد UPS کار نمیکنه و بیشتر از 40 درجه سانتیگراد خطای اوور تمپرچر به شما میده. ابعاد این دستگاه 156 در 450 در 220 میلیمتر هست و وزن این دستگاه 13 کیلوگرم هست. این دستگاه برای مصرف کننده های قابل استفاده هست که حساس به موج سینوسی هستند، چون به صورت لاین اینتراکتیو هست و خروجی موج سینوسی داره و از لحاظ قیمتی هم قیمتی
متناسب‌تر نسبت به UPS آنلاین داره و اگر برای مصارف مانند کامپیوتر، تلویزیون، دستگاه سانترال، سیستم‌های اعلام حریق، سیستم‌های اعلام سرقت، دوربین‌ها، سویچینگ ها و سویچ های شبکه میخواید استفاده کنید، قطعا این دستگاه مورد مناسبی برای شما خواهد بود. متشکرم.